پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند هر کسی اولین جملش هنگام مصیبت انا لله و انا الیه راجعون باشد و بعد این دعا را بخواند اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، این دوتا جمله هم بگه خدایا در این مصیبت بزرگ به من پاداش بزرگ بده. پاداش بزرگ در مقابل چیه؟ در مقابل صبر بزرگ. این دوتا جمله هم باید اضافه بکنید. اللهم اجرنی فی مصیبتی، خدایا به من اجر بده توی این مصیبتم، من صبر کردم، هیچی نگفتم، نه یقه پاره کردم، نه مومو پریشون کردم، نه جیغ زدم، نه گریه های با صدای بلند، نه خاک تو سرم ریختم. واخلف لی خیرا منها، و خدایا این چیزی که از من گرفتید بهتر جایگزینش کن. من بیچاره‌ای که عقیدم ضعیفه نمیدونم که تو خزینه خداوند بهترین ها وجود دارد. فکر میکنم همین پسر من بهترینه، فکر میکنم که همسر من بهترینه، فکر میکنم مادر من بهترینه، خواهر فکر میکنه شوهر خودش بهترینه. من یه مثال میزنم همه تصدیق میکنید که بهترین ها نزد خداست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی بگه انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی، به فارسی بگید اشکال نداره، واخلف لی خیرا منها، خدایا من به خاطر تو صبر میکنم، به من اجر بده. خدایا چیزی که از من گرفتی مال خودته، اختیارش دارید، بهتر تو خزینه تو هست، بهتر به من بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هر مسلمانی و مؤمنی که لحظه ورود خبر مصیبتی این سه تا جمله رو بگه خدا در دنیا عوضش چند برابر به او بهتر میده، آخرت که بماند، اونجا که دیگه بیت الحمده، قصر حمده، خانه شکر برات درست میکنن.